من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني. معرفی این برنامه را با استاد سلیمانی عزیز شروع میکنیم. در ابتدا از جانب استاد ما میخوایم که برای ما بگویند که هدف از اجرا یا آغاز کردن یک برنامه جدیدی با عنوان زلال ایمان از شبکه جهانی وصال حق چه هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. همون گونه که شما اشاره فرمودید در صحبتاتون، این برنامه که به هر حال الحمدلله اولین قسمتش رو به همراه شما آغاز کردیم و بینندگان عزیز، همون گونه که از اسم برنامه مشخص هست، موضوع ایمان، ما سعی میکنیم که حول این محور در این برنامه در یک فضایی متفاوت صحبت بکنیم. ما خیلی از ماها، نگم خیلی، همه ما، همه ما مسلمان ها اگر به ما گفته بشه که ایمان داری، بگیم این چه حرفی میپرسه؟ شاید اصلا ناراحت بشیم از این صحبت و از این سوال. یعنی این رو یک نوعی اهانت و توهین به خودمون حساب بکنیم که تو ایمان داری. همه ما در پیش خودمون ایمان داریم. همه ما در تصور خودمون، در باور خودمون، در خلوت خودمون، در جلوت خودمون، در جلوی جمع میگیم ما مؤمنیم، ایمان داریم. اما اگر از من بپرسن ایمان یعنی چی اصلا؟ این ایمانی که تو داری، این ایمان چی هست؟ به چی ایمان داری؟ چه تأثیری در زندگی تو داره؟ آیا واقعا من وقتی که میگم ایمان دارم، من باور دارم، من ایمان دارم به چی ایمان دارم اصلا؟ آیا معنای حقیقی ایمان رو فهمیدم اصلا؟ چه مواردی رو من باید بهش ایمان داشته باشم اصلا؟ آیا میدونم که من این وقتی که میگم ایمان دارم، چه موقع در ادعای ایمان خودم صادق هستم؟ از بعد نظری، یعنی اون چیزهایی که بر من واجب هست که تصدیقش بکنم و ایمان داشته باشم، و مهمتر از این در بعد عملی، منی که میگم ایمان دارم، آیا واقعا منی که ایمان دارم در این ایمان خودم صادقم؟ آیا من واقعا وقتی که میگم ایمان دارم، ایمان من اون ایمانی هست که انتظار میره و اون ایمانی هست که من رو به اون اهدافی که ایمان داره میرسونه؟ ما اگر نگاه بکنیم میبینیم شیطان هم وقتی که الله متعال شیطان رو معرفی میکنه در قرآن کریم، در همون مباحثه بین شیطان و خلقت آدم علیه السلام و حکایت سجده بر آدم، تعابیری استفاده میکنه که نشان از ایمان هم داره. ببینید ما الان وقتی که شیطان صحبت میکنه، اولین صحبتی که مثلا مطرح میشه از دلیل سرباز زدنش رو میگه رب خلقتنی من نار و خلقته من طین. و اینجا چی میگه؟ ربه همون مخفف یا ربه هست، ای خدای من، پروردگار من. به ربوبیت الله متعال اعتقاد داره. این یکی بدون شک. خلقتنی، تو منو خلق کردی. به خلقت و خالق بودن الله متعال معترفه. هم به رب بودن، به خدا بودن الله متعال معترفه، هم به خالق بودن الله متعال معترفه. شیطان معترفه دیگه، خود الله متعال معرفی میکنه برامون در قرآن. همچنین نه تنها این موضوع، بیشتر از این در آیه دیگری باز میگه که قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین. خدایا به عزت تو قسم که من اینها رو گمراه خواهم کرد. حتی عزت و جلال و کمال رو هم بر الله متعال قائله و حتی قسم میخوره به عزت الله متعال. اینا همش چیه؟ این نوعی از ایمانه. این نوعی از ایمانه. ربوبیت رو قبول داره، خلقت رو قبول داره، عزت رو برای الله متعال قبول داره. ابلیس، صحبت از کیه؟ ابلیس ملعون
که الله متعال لعنتش کرده و نماد شرارت و شر و کفر و ضلالت شیطانه دیگه، ابلیس دیگه، از این بدتر که نداره. نه تنها این موارد بلکه موضوع روز قیامت رو هم بهش باور داره. دلیل در قرآن خود الله متعال فرمود قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، خدایا به من مهلت بده تا روز قیامت. به قیامت هم اعتقاد داره، به بهشت و دوزخ هم اعتقاد داره، این باور داره. خب الان ما یک ایمان اینجا تعابیر در این آیات، این آیاتی که ما الان ذکر کردیم، برای ما یک نوعی از ایمان رو مطرح میکنه. ایمانی که ایمان ابلیس، یک ایمان ابلیسی، اعتقاد به خدا، اعتقاد به خلقتش، اعتقاد به عزتش، اعتقاد به قیامت و روز سزا و جزا و حشر و بهشت و دوزخ، اعتقاد به همه اینها هست. اما چرا لعنت میشه؟ اما چرا شیطان میشه؟ اما چرا ابلیس میشه؟ این اعتقاد هیچ وقت در مرحله عمل خودش رو نشون نداد. این اعتقاد اون نیرویی رو که باید در وجود ایجاد بکنه ایجاد نکرد. این اعتقاد اون رفتاری رو، اون احساسی رو، اون بندگی رو که باید در برابر الله متعال در وجود ابلیس بیاره نیاورد. و ما خیلی از ایمانهای ما متاسفانه ایمانهای ابلیسی است. خیلی از ماها ایمان ما یک ایمان ابلیسیه، ایمانی که انسان رو مرحله عمل نمیکشونه، ایمانیه که الله متعال وقتی در آیات قرآن کریم وقتی که ما بررسی میکنیم لا یأتون الصلاة الا وهم کسالى، وقتی که اونها الله متعال میفهمن افرادی هستن به سمت نماز میرن، خیلی به زور میرن به سمت نماز. این وصف کیه؟ وصف کسایی که الله تعالی میفرماد که و من الناس من یؤمن بالله والیوم الاخر، من ایمان دارم به الله و روز قیامت و ما هم بمؤمنین، اما ایمان نداره. این اون ایمانیه که قبول شده نیست. این اون ایمانیه که ما میگیم یک عده‌ای از کسانی که ادعای ایمان دارن اینها در صف منافقین قرار میگیرن. الان ما خیلی مهمه که موضوع ایمان رو اصلا ما فهمیدیم. ایمان رو آیا اون چیزهایی که از ما طلب میکنه ایمان، آیا ما اینها رو در زندگی آوردیم؟ آیا منی که میگم ایمان دارم زندگی من میگم ایمان دارم به الله تعالی، من میگم ایمان دارم به روز قیامت، خب اینها رو که شیطان هم ایمان داشت. من میگم ایمان دارم به همه این موارد، به پیامبران الهی، به کتاب‌های آسمانی، اما من وقتی که زندگی منو نگاه میکنه کسی بین منی که زندگی من به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک مؤمن زندگی میکنم در یک جامعه ای، با اون کسی که مسیحی که همسایه من هست در دیوار مجاور من زندگی میکنه، زندگی ما هیچ تفاوتی با هم نداره. ظاهر زندگی ما یکیه، نشست برخاست ما یکیه. آنچه که من میخورم و مینوشم با آنچه که اون میخوره و مینوشه فرقی نمیکنه. آنچه که من میپوشم و رفتار میکنم با اون فرقی نمیکنه. من در معامله من، تجارت من، مال من، زندگی من از هر راهی که بخوام به دست میارم، پول به دست میارم، مال به دست میارم. برام مهم نیست که این راه آیا در چارچوب اون ایمانی که من باش اعتقاد دارم، اون ایمانی که من ادعای اون رو دارم جا میگیره یا نمیگیره. آیا این مورد رضایت الله متعال هست یا نیست. من فقط یک هدف دارم، مال به دست بیارم. از چه راهی برام مهم نیست. مؤمنم هستم. کسی هم به من بگه تو ایمان داری؟ ناراحت میشم. چه حرفیه؟ بله ایمان دارم. این کار چیه پس؟ این معاملت چرا اینطوریه؟ این رفتار چرا اینطوریه؟ چرا سفرت این مدلیه؟ چرا لقمه‌ای که میخوریم متوجه نیستیم؟ من دست و بالم بازه در رابطه با اطرافیان. آقا با هر کی بخوام میشینم، با هر کی بخوام رابطه دارم، با هر کی بخوام نشست و برخاست دارم. در حیطه ارتباط خودم با انسانهای اطراف خودم هیچ خط سرخی ندارم. آقا دوست دارم با این میشینم، این دوست منه، اون دوست پسر منه، این دوست دختر منه، اون یکی همکار دانشگاه منه، این یکی همکار اداره منه. آقا ما دوست داریم همدیگه رو، دلامونم پاکه، با هم می‌نشینیم، صحبت می‌کنیم، رفتار داریم. منی که ادعای ایمان دارم در تعامل خودم با اطرافیان خودم، با اون کسی که من اون رو کافر میدونم و میگم این مسلمون نیست، این مؤمن نیست، کافر، ایمان نداره، در این رابطه هیچ فرقی با هم نداره. این هم ادعای ایمانه دیگه. اینم یک نوع ایمانه. این ادعای ایمان داره شخص. اینه که ما در خیلی از مراحل زندگیمون، من ادعا میکنم آقا مؤمنم، اما در مصیبت ها، اما در سختی های زندگی، اما در مشکلات زندگی، اما در پیچ و خم زندگی، در پستی و بلندی های زندگی، هیچ استقامتی از من در
مواجهه‌ای با این موارد مشاهده نمیشه. اون استقامتی که یک انسان مؤمن ازش انتظار میره، اون استقامتی که وقتی که ما در تعریف مؤمن، در تعریف ایمان، وقتی که در قرآن نگاه میکنیم، مؤمنینی رو وقتی برای ما الله تعالی مثل یوسف علیه السلام برای ما معرفی میکنه، با اون همه پستی و بلندی زندگیش، وقتی که به چاه میفته، وقتی که در بازار فروخته میشه، وقتی که به تهمت ناکرده 9 سال به زندان میفته، و هیچ وقت دست از صبر، دست از استقامت، دست از توحید الله متعال، دست از تمجید الله متعال بر نمیداره، هیچ وقت ناشکری نمیکنه. امثال اینها رو وقتی ما میبینیم، من وقتی که نگاه میکنم، خودم مقایسه میکنم با اون، میبینم اصلا زمین تا آسمون حکایت افلاک و خاک. اصلا آیا من مؤمنم؟ این سوالیه که ما باید همه از خود بپرسیم. آیا من در ادعای ایمان خودم صادقم؟ ایمان من آیا اون ایمانی هست که قابل قبول باشه؟ آیا اصلا من معنای ایمان رو فهمیدم؟ اصلا این ایمان چه ویژگی هایی داره؟ چه تأثیراتی در وجود من میاره؟ ما نمیخوایم در بعد علمی صحبت بکنیم، نمیخوایم بیایم اینجا یک کلاس درس قرار بدیم بگیم آقا بنویسید، مثلا انگار که دانشگاه است، کلاس دانشگاه است، یک ماده ما درسی داریم به اسم ایمان. الان میخوایم امتحان بگیریم، آخر ترم فقط چند تا سوال بپرسیم و حفظ بکنیم و جواب بدیم. اگر این رو جوری ابلیس هم بگذاریم 20 میگیره. در این امتحان ابلیس هم 20 میگیره. نمره 100 میگیره. حالا جایی که 20 نمره از 20 نمره از 20 میگیره، 100 نمرهش از 100 میگیره. ابلیس رو اگر شما سوالهای ایمانی جلوش بگذاریم، همه رو کاملا جواب میده و نمره 100 میگیره. در این امتحان ما هدف ما این نیست اصلا. نمیخوایم درباره ایمان ابلیسی صحبت کنیم. ایمان ابلیسی ملاک نیست، معیار نیست که ما فقط بشینیم یاد بگیریم. من یاد بگیرم، من آقا خورشید خیلی مفیده، خورشید نیرو داره، انرژی داره، نمیدونم اگر کسی مشکل ویتامین دی داشته باشه، بره جلوی خورشید، نور مستقیم، فضای باز، 15 دقیقه 20 دقیقه اگر خورشید با پوستش برخورد داشته باشه، ویتامین دی مورد نیاز بدنش تأمین میشه. من بشینم داخل خونه بگم واقعا این خورشید این فواید رو داره، این ثمرات رو داره، خیلی مفیده، ویتامین دیش اینطوری است، اما هیچ وقت نرم بیرون زیر خورشید، هیچ وقت به اون چیز نمیرسم. با اون هدفی که از این علم هست که چی هست؟ که به دست آوردن هست، که استفاده کردن هست، من نمیرسم. یک نسخه رو یک مریضی که شدیداً نیاز داره به دارو، شدیداً برای نجات جسم خودش، برای نجات جان خودش نیاز به دارو داره، یک متخصصی براش یک نسخه نوشته گذاشته بالا سرش، این نسخه رو داده که استفاده بکن طبق دستورالعمل. بیاد بگه عجب دکتری بود، ماشاءالله، عجب انسان متخصصی بود، عجب پروفسوری بود، درسشو فلان دانشگاه خونده، دندک اینجوری گرفته بود، انقدر عالم بود، تو من دهن باز کردم گفت مشکل تو چیه، حتی من نگفته تو گفت از چشت معلومه که این مشکل داری، از گوشت معلومه این مشکل داری، از حرکتت معلومه این مشکل داری، تو خوابت اینطوره، تو غذات اینطوره، اینو میخوری. اصلا انگار که علم غیب داشت. نیم ساعتم تعریف و تمجید بکنم از این دکتر، نسخهش ماشاءالله چه خط انگلیسی قشنگی داره، عجب خطی نوشته، فقط خودش میتونه بخونه، ما که اصلا سوادمون به حد نمیکشه. این نسخه داروهاش تو داروخونه هر دارویی چند هزار دلار قیمتشه، چقدر ماشاءالله ماشاءالله. چه فایده میکنه این مریض تا وقتی که این دارو رو نگیره؟ بلکه حتی با اینکه بگیره، عجب شربتیه، عجب قشنگ قیافش، عجب قرصای گنده و درشتیه، عجب پاکتای قشنگه، تا وقتی که این استفاده نکنه این دارو رو، تا وقتی که طبق دستورالعمل هم استفاده نکنه، آیا این نتیجه این دارو رو میبینه یا نمیبینه؟ ابدا. خیلی از مشکلات زندگی ما این گونه است. خیلی وقت‌ها ما در زندگی ما مؤمن، انسان مؤمن رو الله متعال میفرماید فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی، کسی که پیرو هدایت من باشه که ایمانه. اگر نباید شقاوت داشته باشه، نباید به ضلالت و گمراهی بکشه. دنیا محل لذت بردن برای انسان ها، البته من به یقین میگم که الله متعال دنیا رو برای انسان خلق کرده و انسان رو در این دنیا آورده و تمام آنچه در آسمان و زمین مسخر کرده برای انسان تا انسان از زندگیش لذت ببره. یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. الله تعالی اراده آسانگیری داره برای شما، اراده سختگیری نداره. اما این لذت تعریفش چیه؟ معناش چیه؟ این لذت رو فقط کسی میتونه به دست بیاره که ایمان رو بفهمه. کسی میتونه به دست بیاره که در چارچوب ایمان صحبت بکنه. و الان ما هدف ما در این برنامه این هست که میخوایم به این برسیم. چطور به این معنی برسیم؟ به ایمان برسیم. چطور به واقعیت ایمان دست پیدا بکنیم که این در خلال خودسازی، در خلال تزکیه ما به این هدف میرسیم که همون یکی از اهداف مهم رسول صلی الله علیه و سلم از بعثت و رسالتشون
که ابراهیم علیه السلام قبل از نبوت رسول صلی الله علیه و سلم بهش اشاره کرد، فرمود که ربنا وبعث فیهم رسولا منهم، پیامبری برای این امت برگزین، برای کسانی که میآیند در مکه در آینده، یتلو علیهم آیاتک، که آیات تو رو بر اونها تلاوت بکنه، و یعلمهم الکتاب، بهشون تعلیم بده کتاب رو، و الحکمت و سنت رو، و یزکیهم. ببینیم تلاوت کتاب هست، تعلیم کتاب هست، شرح قرآن و شرح سنت هم هست، همه اینها هست، اما باز هم تکمیل نشده این کار. یک مسئله مهم هست، و یزکیهم، باید تزکیه بشن، باید خودسازی بشن، باید اصلاح بشن. ما سعی میکنیم در این برنامه با امید الله متعال در این بعد آخر صحبت کنیم، بحث تزکیه و یزکیهم. تعلیم کتاب رو الحمدلله در برنامه‌های دیگه داریم، تعلیم تلاوت قرآن، شرح آیات قرآنی، ترجمه معانی آیات قرآن، شرح سنت به اقسام مختلف و شبهات و دفاعش، همه برنامه‌ها در حول این محور میچرخه. در بعد تزکیه هم گرچه برنامه‌های مختلف ما باز هم در این زمینه فعالیت میکنیم، اما سعی میکنیم به صورت خاص‌تر ما در این برنامه در این بعد صحبت کنیم با هم، در بعد تزکیه، اصلاح و خودسازی که ما رو به اصل ایمان برسونه، به خالص بودن ایمان، به یک ایمان خالص، به یک ایمان زلال، و تلاش میکنیم در برنامه زلال ایمان به این هدف دست پیدا بکنیم با امید الله متعال. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني، ذنبي تعلاني